هیچ وقت یادم نمیره اون سفر زیارتی با اون همه ماجرا همیشه جلوی چشمه. گرم شروع انقلاب بود، امام تبعید بود و شاه هنوز قدرت داشت. وقتی روحانی بزرگ شهر ما دستگیر شد، درس و تحصیل رو ول کردم، موقت شدم متولی امور مسجد. منی که دائم سرم تو کتاب و درس بود، چطور میتونستم جای مرد بزرگی باشم که سالها تو قلب مردم زندگی کرده؟ ولی خب زندگی چه بخوایم چه نخوایم بهترین کلاس درس. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. خجالت داره جوون با این هیکل پول بچه‌ای به این کوچولویی رو قاب بزنه. آقا ایوز تهمت نزن، من که دزد نیستم. خیر باشه آقا ایوز. حاج آقا خیلی معذرت میخوام، خیلی ببخشید. مسئلتون آیا این درسته یه جوان با این قد و قواره پول بچه به کوچولویی رو قاب بزنه بدزده؟ استغفرالله آقا ایوز، خدا رو خوش نمیاد. یکم آرومتر صحبت کن ببینم چی میگید. اصلا اجازه بده آقا تایمز، شما توضیح بده برادرم. حاج آقا این پسر جلوتر از من اینجا بود. خب آقا ایوز یه کاسه براش ماست کشید. این پسر دستشی کرده تو جیبش، دیده پول نیست. طبق معمولم آقا ایوز شکش رفته به منم برای آبروی خودم دل این بچه دستم کردم تو جیب خودم، پول ماستش دادم، مگه نه؟ نه دیگه. حاجی به خدا ننم بهم پول داده بود ماست بخرم. بعد اومدم اینجا تو جیبامو گشتم هیچی نبود. بعد عمو تایماس پشت سر من وایساده بود، پول داد به من، گفت بیا اینم پول. بعد پول ماست خودش حساب کرد. خب دیگه گریه نکن دیگه عمو جون، خدا رو شکر به خیر و خوبی تموم شد. حالا بیا برو خونه، پدر مادرت منتظرت. بیا عمو جون دیگه گریه نکنی یا بدو. آقا تایماس شما هم خریدتون رو بکنین و بفرمایید. من از این مغازه هیچی نمیخرم. سکه یه پولم کرد. خوبه ریش سفیده. برادر من، تهمت زدن گناه کبیره است، خدا رو خوش نمیاد. ظلمی هم که محرز نشده. آخه چرا غرور جوان مردم رو میشکنی آقا ایوز؟ بهتان چیتیه حاج آقا؟ این پسره لاابالی پول این بچه بیچاره رو قاب زد، بعدم اومد ادای فرشته ها رو در آورد. خوب شد اومد خواستگاری دختر من ردش کردم رفت. دخترمو بهش نمیدم حاج آقا. غیبت نکن آقا ایوز. غیبت چیه حاج آقا؟ این واقعیته. اگه این حکومت حاج آقا مسلحو دستگیر نمی کرد، تایماز و امثال تایماز رو ارشاد کرده بود. شما هم که تازه اومدی اینجا حاج آقا، همه رو که خوب نمیشناسی، قربونت برم. خدا جای حق نشسته آقا ایوز. انشالله آقا تایمازم سر به راه میشن انشالله. بگذریم. داری برای ما یه شونه تخم و مرغ جوهر و دوات بدی؟ بله حاج آقا، شما جون بخوا، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد برات داریم. ببخشید فقط خیلی قابلتون رو نداره حاج آقا. فقط پول خورد شما امراتون هست حاج آقا؟ بله. برم بیارم. این آقا تایماز خویشاوند دور ماست، سرکش بود و خودسر. خب وقتی آدم شیطنت کنه چوبشم میخوره. اون موقع داشتن دستگاه کپی ظلم بود و تو دست و بال کسی پیدا نمیشد. ناچار اعلامیه های امام رو با دست تکثیر میکرد. باشی و استکبار را خواهیم شد. لا وقت حسانه. حاج آقا چرا دیر کردن؟ بابا خیر کنه انشالله با این وضع و اوضاع. وضع اوضاع چشه مگه؟ شاید پشت حاج آقا باد خورده.
اینطور نگین آقا، مرد خداست بنده خدا، توهین نکنین دیگه. این که توهین نکرد که امروز تایماز جی بور اومده بود مغازه ما خرید کنه، پول یه بچه کوچولو رو قاپ زد. همون موقع حاج آقا امینی اومده بود مغازه ما خرید، این قضیه رو دید. آقا شما بگو لام تا کام به این تایماز جی بور حرف زد، هیچی نگفت. ای آقا، من که میگم باید خودمون تنبیهش کنیم. اگه از من میپرسیم به این حاج آقا امینی هم هیچ امیدی نیست. بابا اینجا خونه خداست. عجب آدمایی اینا. ما باید الگو باشیم. جای غیبت و تهمت نیست اینجا بابا. در مورد حاج آقا امینی هم بنده خدا تا همین مدتی که اومده تونسته همه مردم رو جذب خودش کنه. جمعونم الانم داره کارهای حاج آقا مسلم. سلامتی علمای اسلام سلام. الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان علی ولی الله اشهد ان علی ولی الله حی الصلاة حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الحمدلله. خیر انشالله آقا سید. اجازه مرخصی میفرمایید. برادرها شبتون بخیر. التماس دعا قبول باشه. حاج آقا ببخشید، موضوع زیارت مشهد که هر سال حاج آقا مصلح میذاشتن، بله فردا برقرار هست یا نه؟ آقا به طلبه چرا که نه. تا من اینجا هستم نگران نباشید آقا سید. همونطور که اعلام کردیم عزیزانی که فردا میخوان مشرف شن به مشهد مقدس تشریف بیارن مسجد. فکر جاده ها رو کردید؟ ببخشید حاج آقا ناامنه ها. آقا ایوز، امام رضا خودش ضامن زائراشه. توکل به خدا. اون که بله بخدا. حاج آقا تو این بلبشو شنیدم لاتولوتو هم رفتن اجیر دولتی ها شدن. شیر تو شیری شده مملکت. ان مع العسر یسرا. آقا سید، اینجاست که مؤمن باید نترس باشه، خودشو نشون بده. همیشه خون بر شمشیر پیروزه. توکل به خدا. بسم الله. ولم کنید، دستم ول کن. خب گاهی از هرچی دوری کنی بیشتر گرفتارش میشی. حالا این آقا تایماز شد و بال گردن من. چه خبره؟ مسجد رو گذاشتین رو سرتون. به خدا خونه خدا حرمت داره. حاج آقا داشت دوره بر خونه ما میپلکیدیم پسره بره. این آقا لاته وقتی مردم واسه عبادت میان مسجد تازه میره سراغ خونه هاشون، اینقدر بی وجدانه. شما که مسجد بودین چطور ندیده رو دیده میکنی برادر من؟ آجی حالا اینا فرد مسئله است. شما بگو با تایماز چیکار باید کرد؟ از خونه شما چیزی دزدیده؟ نه ولی شاید یه روز بدزده. مرد مومن قضاوت قبل از جنایت چه نمیکنن؟ ولش کنید بره. ولش کنن بره این تایماز دوزو. حاج آقا مملکت قانون داره. بله مملکت قانون داره، اما قانون مملکت در حال حاضر تق و لقه. اما شر و عرف هنوز مستحکم پابرجاست. نه چیزی دیده شده نه چیزی اثبات شده. آقا مردم حاج آقا درست میگن. ولش کنید بره. بفرمایید حاج والله تهمت زدن گناهه. یه تشکر خوشگاخالی هم از شما نکرد، همچین سرش انداخت پایین ده. دیده حاج آقا اصلا شما رو اصلا حساب نکرد، مثل قابطر شد پایین رفت. دیدی؟ آقا زشته به خاطر سنتون. لا اله الا الله. حاج آقا ما نباید اینطور رها می‌کردیم. بفرمایید بریم بابا، بفرمایید بریم. آقای وزیر رو اومدم که تبرئه کرده رفت که مازون بری گاماز بچه پرو. اون شب خواب نما شده بودم. هرچی سعی میکردم خوابم رو ندید بگیرم بیشتر به قلبم چنگ میزد. احساس میکردم باید کاری بکنم. پروردگارا خودت بخیر. لا اله الا
تایماس خاله پیغام داده بود کارم داره. صبح رفته بودم اونجا. همسایه‌شون یه دختر داره عین پنجه آفتاب. میگفت باباش تو بازار بزازی داره. حالا مگه حتما باید دختر آقا ایوز باشه؟ دختر خوب قحط نیست، زیاده. سنالله قبل از اینکه سوی چشام بره ها، دلم میخواد تو رخت دومادی ببینمت. حالا وقت هست. اغلان از عمرم دیگه چیزی نمونده. ایشالا 100 سال عمر کنی. پس که یه عمر به پات سوختم، در خشکت کردم. تو زندگی فقط 2 چیز ازت خواستم، یکی همین. حالا برآوردشون نکن تا من بمیرم. دشمنت بمیره بیبی. مگه نبینی مردم پشت سرم چی میگن؟ یه بار یه اشتباهی کردم، یه چی برداشتم دیگه یدم ول نمیکنم. این ایوزی هم نشرده سر نیزه هی میکوبه تو سرم. مگه یادت نیست با چه آبروریزی ما رو از خونش انداخت بیرون؟ دخترش هم بیخیریشش ارزونی شاخ شمشادا. همه کی مثل هم فکر نمی کنن. خدا خودش سبب سازه. عزیزم ببین قسمتت چی میشه. دیوونم کردی بیبی، اذیتم نکن دیگه. خستم به خدا، داغونم. همه دنیا هم که بگن تو بدی به درد نمیخوری ها. من میگم تو دنیای منی، تو همه چیز منی، تو زندگی منی. پسرم اغلان از خدا غافل نشو. بیبی شرمنده سرت داد زد. سلام آقا تایماس. سلامت آقا. ببخشید دیر وقت مزاحم شدم. یه عرضی داشتم براتون. شما هم بفرما. کی رو حرف شما حرف بزنه؟ بفرما تو حاجی. نه تایماس، همینجا خوب. زیاد وقتتون نمیگیرم. بشین. یه خواهشی ازت داشتم. میخوام روی منو زمین نندازی. من یه لگبک کی باشم بخوام روی سید خدا رو زمین بندازم؟ قضیه چی حاجی؟ فردا آقا مراد میاد، اهالی محل بریم مشهد. میخوام تو هم با ما بیا. میخوای ارشادم کنی حاجی؟ دیر اومده. من از بچگی نظر کرده آقا بودم. هنوزم که هنوز طوق نوشری به گردن دارم. جانماز آب نمیکشم. ولی آدمیزاد راه اشتباه میره. بماند. حاجی اگر امشب مهمان ما نیستی برو. آجانا زیاد شدن. بگیره. تایماس، آقا تو رو طلبیده. بهش فکر کن. منتظرتم. همه چی باشه بسر
حاج آقا امینی ما دیگه کارمون تمومه. خلق الله سوارشن که حرکت کنیم. دیر وقت داشتیم. برای شادی روح جده سادات صلوات. شادی آقا امام زمان صلوات. خدایا این پسری چرا نیومد؟ بفرمایید برادرها خواهرها بفرمایید. آقا مراد میشه یه چند لحظه صبر کنید؟ چرا مگه چی شد حاجی جون؟ فکر میکنم یه بنده خدای خواب الان پیداش میشه. خواب؟ به چی؟ اونی که خواب بمونه همون بهتر که جا بمونه. مرده با قولش. جاده از شوخی بردار نیست که. میخوریم به خنسی. خدایا اگر تو این نیت رو به دل من انداختی خودت داور باش. این پسر خودش نیومد دیگه، کاری از دست من بر نمیاد. نفوس بد نزن آقا مراد، انشالله که خیر. را بیفت بریم. رو چشم حاجی، رو چشم. بر چشم بد لعنت بیشمار بر محمد و آل محمد صلوات. سفر بخیر. وقتی با اون کت شلوار دیدمش از کاری که کردم پشیمون شدم. نکنیم برای دختر آقا ایوز اومده. آقا مراد نگه دار، آقا مراد نگه دار. انشالله خیر. سلام آقا. علیکم السلام. دیر اومدی آقا تایماس. ببخشید آجی، میام ولی به حساب خودم. باریکلا آقا تایماس. خوش اومدی. بفرمایید. الهی با امیدت. حاجی جون تموم شد دیگه، حرکت کنیم ها. بسم الله. نه آقا کجا حرکت کنیم؟ عجب گیری کردیم بابا. چیزی شده آقا ایوز؟ بله که شده. خیلی عذر میخوام، خیلی معذرت میخوام. حاج آقا ایشون کی باشم؟ ایشون آقا تایمازن. بله تایماز چی؟ برو که همه میشناسن. من میخوام بدونم حاج آقا، خیلی عذر میخوام، اینجا چی کار میکنه؟ آقا ایوز زشته، آبرو ریزی نکن برادر من، تهمت نزن. ایشون هم مثل من و شما و دیگر دوستان میخوان تشریف بیارن زیارت امام رضا. نه خیر، ایشون جاش تو زندانه، نه تو حرم امام رضا. آقای وزیر احترام خودتو نگه دار. شما جانی یا گازی؟ چیه؟ بیا منو بزن. حاج آقا من واقعا نمیفهمم شما چرا از همچین آدمی دفاع میکنید؟
حاج آقا ما بچه ها بقیه با همچین آدمی زیارت امام رضا نمیاد. بله سفر زیارتی، اونم زیارت آقا امام رضا. بگیر بشین بچه، بزرگتر کوچکتر چرا حالیت نمیشه؟ قدم به احترام حاج آقا امینی چیزی نگو. عجب دور زمونه ای شده. اصلا با بودن این آدم تو اتوبوس زن و بچه منو امنیت نداره. حرف دهنتو بفهم، چرا با تو میزنی؟ آقا تایماس شما دیگه شلوغش نکن. خاگی نمیخوان من برگردم، حاجی من که نخواستم بیام. نه شما باید بیای. یعنی چی حاج آقا؟ خیلی ببخشید معذرت میخوام، آدم دوستم حمایت کردن داره. آقای وزیر یه ذره حرمت این سید خدا رو نگهدار، چرا توهین میکنی بابا؟ آقا مراد درست میگن، یک کم خجالت هم خوب چیزیه. قربون جدش برم، آخه سید خدا باید طرف دوست جماعت رو بگیره وقتی اون طرف قضیه یه عده آدم محترم و با خدا هستن. برادرها، خواهرها، آقا تایمازم مثل من و شما عازم زیارت امام رضا هستن. نه خیر، ایشون نمیخواد بیاد زیارت، حتما یه ریگی تو کفشش هست. اگه این بیاد زیارت من نمیام. نکن حاج آقا، من پولمو از سر راه نیاوردم. دختر بلند شو بریم. آقا مراد چمدونای ما رو بده پیاده شیم. بلند شو دختر دیگه روتم بگیر. آقا مراد زود باش دیگه. به خاطر تنبرگاز پول که آدم زیارت آقا امام رضا رو رها نمیکنه. ضمانت تایماز با من قبول. شما هم بزرگواری کنید، بفرمایید بشینید راه بیفتیم، دیره. باشه حاج آقا، این بارم به خاطر گل روی شما. خدا عمرتون بفرمایید. آقا مراد بفرمایید بشین. آقا تایماز به خودم گفتم چه اشتباهی کردم، ولی خب چاره ای نبود. خدا به خیر کنه. اون روزا جاده ها خلوت بود و گاهی هم ناامن. هر جا دست مردم بود احساس ایمنی می کردی، هر جا نبود باید خودت رو می سپردی دست خدا. آخه مسلمان تشنمونه. یاواش بابا چه خبرته؟ خب حالا چله تابستون نیست اینجا رتاش گرفتی. خیلی خوب بابا شلوغش نکن اونم رو چشم. شنیدی فضولی بردن جهنم گفت هیزمش تره؟ خب سره گفتی هیزمش تره، نمیگفتی؟ بابا ساکت باشین دیگه. حالا فهمیدی من چی گفتم؟ من فهمیدم، تو بفهم. اصلا چی میخوای از جونمو با این کراوات تک بازه؟ بابا بشید. آقایون یکم رعایت کنید. خب حاج آقا این آقای بلا تکلیف اینجا رو چهاردیواری خونش اشتباه گرفته. بیچاره اینقدر جنم نداره زن فرستاده جلو. حاج آقا بهش بگو مواظب حرف دهنش باشه وگرنه. حواستون هست کجا داریم میریم؟ یکم رعایت کنین دیگه. بله. بفرما. شنیدی؟ حاج آقا نیومده ندیده میبره و میدوزه. آقا با شما هم هستم، بفرمایید. حاج آقا شرمنده، بعضیا 80 سالشون هم که باشه باز هنوز بچه‌ن. حرف دهنتو بفهم. بابا نماز کنین دیگه. حاج آقا بفرمیشون. خجالت بکشین ریش سفیدین مثلا بشینین سر جاتون. خوب شد تایماز جیب بار به شما بگه بشینید دعوا نکنید. دنبال چی میگردی تایماز؟ آخ اینک آدم. ای وای، این که شکست بدون اینکه من جایی نمیتونم ببینم. مشهد از اینا پیدا میشه؟ قیمتش چنده؟ ولش کن دیگه، اتفاقیه که افتاده. رد کن بیاد پولشو. چی؟ خسارت ای نکن. چرا من باید بدم؟ آقا تایماز کی خسارت خواست؟ ول کن آقا جون، بیا. قانون و شهر میگه آجی. ببین کی از قانون و شهر حرف میزنه. رو تا بگیر. لعنت خدا بر شیطون. آقا نمیخواد صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا مراد بفرما بشین حرکت.
سلامتی خودتون صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا مراد میگید شاگردتون یه آبی تو ماشین بچرخونن؟ حاجی جون چشم، اونا رو چشم، ولی شما به اینا بگین ساکت باشن. جاده ها امن نیست، منم باید چشتان که حواسم تو جاده باشه. جای گیرگور الکی میدن، گاهی هم تفتیش الکی میکنن. ای بابا خدا به دادمون برسه. پسر پاشو یه پارچ آب بگردون تو ماشین. خونکه؟ عیاری قربون دستت یه لیوانم به من بده. رو چشم عمو. بدون اینک نمیتونم بخونم. خانم آقایون یه جایی سرسبز سراغ دارم، نگه میدارم واسه نماز و نهار. این رستوران های تورایی یک قرون غذاشون به درد نمیخوره. خدا خیرت بده. دست شما درد نکن آقا. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. ای خدا حاج آقا کجایی؟ مملکت قانون داره حاج آقا. قانون داره حاج آقا، قانون داره مملکت. آقای فیروزی، آقای بیاتی، چی شده برادرای من؟ مگه اینجا بزرگتر نداره؟ این آقا الات به زور چاقو اومده از ما پول گرفته. یادت تو مسجد بهش محبت کردی، حالا دوباره دم در آورده. بله راست میگه حاج آقا، راست میگه. تایماس اینا راست میگن؟ بله دروغ. پول گرفتی ازشون؟ دروغ نداریم که حاج آقا. حاجی پول عینکی گرفتم، نمیدادن به زور گرفتم. پول شیشه هم نمیشد. برادر من، مگه من به شما گفتم پول عینکمو میخوام که رفتی از بنده خدا پول گرفتی؟ اشتباه کردی آقا تایماس، اشتباه کردی. بفرمایید نماز. حاج آقا قباحت داره زشته. یعنی همین پولشون رو بده و تمام؟ مگه اینجا سر گردن است آخه خلق الله؟ میگید چی کار کنم؟ همین بود زمانتت حاجی؟ توبه گرگ مرگ حاجی ها. آقا ای بس زبونه اشتباه کرده، ببخشیدش. حاج آقا ما بالاخره نفهمیدیم شما طرف کی هستین؟ من طرف حقم. سلمون وقت نمازه، عجلو به صلات. الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی ولی الله. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
حاجی جون میگن نمیایم، یعنی شهرونده ها میگن این آقا تایم از تو اتوبوسه نمیان. چیکار کنیم؟ حاجی اجازه بده من پیاده بشین. آقا مراد شما هم بشین پشت فرمون راه بیفتیم. چیکار کنم حاجی؟ گفتم بشین پشت فرمون راه بیفت. پس این بندهای خدا چی حاجی؟ نشنیدید چی گفتم؟ میگم راه بیفت. بفرمایید. چشم حاجی جون چشم. مردم حق داشتن. از کاری که کردم پشیمون شدم. هیچ جوابی نداشتم. حدسم درست بود. آقا تایماز برای خود شیرینی جلوی دختر آقا ایوز هست و نیست ما رو به بازی گرفت. یا امام رضای قری تصادف شده. نگه دار آقا مراد، نگه دار. همه را آروم آروم ببرید سمت خرابه. یا امام غریب، از چاله در اومدیم و افتادیم تو چاه. من چه کنم با این بنده های تو که به قصد زیارت به من تکیه کرده؟ گل طلا جواهر هرکی جونشو دوست داره چراغ اول روشن کنه. ای الله خودتون خواستید برید اینا رو برسید سب کنید. واکسین ببینم. بنال تایماز این رسمش نبود. هنوز باورم نمیشه. دارم محبتاتون رو جبران میکنم حاجی. دیدی که جون همتون رو نجات دادم. آقا ایوز چرا ازم تشکر نمی کنی؟ براتون جال و پلاس و زیرو میریزم شب راحت بخوابی تا صبحم خدا کریمه. هیچی از جاش تکون نمیخوره. سریعتر راه بیافتی. تا ژاندارما نرسیدن سریعتر راه بیافتی. سواشو دیگه. روشنش کن. بارکی روشن کن اینجا کن.
بابا حالا چه کار کنیم؟ بذار ببینم حاج آقا چه تصمیمی میگیرن. بیایم بریم پاسگاهی جایی. آخه تو این بیابون که نمیشه همینطوری. حاج آقا ببخشید تکلیف چی اصلا؟ تا حالا که تایمازجی بر بر حق بود و ما بر باطل. دیدی چی کار کرد؟ فهمیدی حاج آقا تایمازجی بر چه جونوریه؟ اتوبوسو چرا بردی آخه؟ بنده خدا آقا عوضی گفت که یه ذره به حرفاش گوش میکردی. نه نگو حرفا میزنی. حاج آقا که ما رو آدم حساب نمیکنه. قبل از اینکه راه بیفتیم با حاجی امینی گفتم جاده هم نیست. اما حالا ایراد نداره. پولاتون هم صدقه سر زن و بچه‌تون. بعد از اینش هم خدا کریمه. آفتاب که زد راهی میشیم طرف به پاسگاه میون راهی. حاجی شما اینقدر خودتو اذیت نکن. ای خدا کی میشه ببینم خاری زلالت این تایماز. الهی عمی برادرای من، اون بنده خدا که نمیخواست بیاد، من به زور آوردمش. به به گل بود به سبزریز آراسته شد. ای خدا دختر برو پنو خانوما بشین. الله و برکاته. الله الله الله. یا ضامن آه، ضامن من باش جلوی این بنده های بی‌پناه. چی بود تعبیر این رویای صادق من خدایا؟ یا امام رضا خودت کمک. یا ارحم الراحمین، یا ربانی، یا حی یا روسیه هم نکن میشه. اوستا صدا اتوبوسه. چی؟ بلند شی صدا اتوبوسه. بلند شی اوستا صدا اتوبوسه. بلند شی. شرمنده شدم از خودم. چرا شک کردم که تایماز ضمانت شده بود؟ ظاهرا سفر ما هم با اومدن تایماز ضمانت شد. ای کثافت. چیزی تلاش میدونستم خدا ارحم الراحمین. گفتم که جبران میکنم حاجی. پس کیف پول من کو؟ کیف پول شما اینجاست. گفتم خودم بدم. ببینم. درسته آقا ایوز؟ بله حاج آقا. خدا خیرت. همه پولاشون وسایلاشون درسته؟ درست.
آقای بد شما همیشه بزرگی ما رو کوچیک کرد. خدا ننم همیشه با ما نون حلال داد. پاکت گذاشتم ولی به همین امام رضای غریب من آدم شیر پاک خورده ایم. 2 تا آرزو ننم داشت، سر سامون بگیرم و عاقبت بخشم. کاش تا وقتی زنده بود شما هم یه دست پدری میسرم میشی. به نازم به غیرتش. آقای بز شما هم بیا تو این سفر بذار این جوون به حاجتش برسه. دلتو نرم کن. خوشبختی همه جوونا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوار شید راه بیفتیم دیر نشید. بفرمایید. آقای ایوز یا علی. خدا رو شکر ما در سر سامون گرفتیم. انشاءالله به حق امام رضا عاقبتتم به خیر باشه. همسفر شدن تایماز 2 تا حکمت واسم روشن. یکی گال گذاشتن سارقا و برگردوندن اموال مردم، دیگریش هم سر و سامان گرفتنش توی اون سفر زیارتی. آقا تایماز با اون دوستا چی کار کرده؟ نکنه دستت به خونشون آلوده شده باشه ها؟ ای بابا آقای از کجا بیا دیگه جوون به این خوبیو. الحمدلله دوست که نبودی، قاتل نشده باشی؟ نه بابا آقای وز بیدینا نشستن به ایشونوش، همین که خوابشون برد پا گذاشتن به فرار. همین. آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم. هر چه دارم تو به من داده ای، هیچ ندارم که به نامت کنم. غفور يا كريم يا الله يا الله يا الله يا الله بتنام زند دل من که رود همه مشکل من تو حقیقت